امروز 4 دکبر است و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و در برنامه این موضوع را داریم. اعلان بانک ملی زلاتای کرونا در تاجیکستان از حق کار محروم شد با یونیستریم و کانتاکت رو بیارید. در حالی که همه ساله با صرف مبلغ‌های زیاد نشست‌های مربوط به وضع معیوبان را می‌گذرانند، یک مادر 63 ساله میگوید هیچ نهادی حاضر نیست که دردش را شنود. گفتم ما حالم زوره. گفت پرزیدنت شما نمی‌بینید. گفتم باید ما ببینم پرزیدنت. غلامان عصر نو و یا چگونه شبکه قاچاق انسان در شویتسیا با استثمار مهاجران از آسیای مرکزی مشغول بود. پیش من این انتخاب را گذاشتند که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمانم. شما چی انتخابی دارید؟ تاریخ زلاتای کرونا مبلغ نفرستید. با چنین اعلان امروز بانک ملی تاجیکستان به ساکنان کشور مراجعت کرد. این شرکت انتقال پول به نظام نو تأسیس بانک ملی همراه نشده است. بنابراین فعالیتش موقتا در تاجیکستان قطع گردید. با آنهایی که میخواهند پول انتقال بدهند، خدمات دو شرکت دیگر پیشنهاد شده است که به قبل بانک ملی حالا فعال میباشند. هرچند برخی از مصاحبان رادیو آزادی میگویند چند روز به این طرف پیوندانشان در تاجیکستان از شرکت یونیستریم نیز پولهای خود را گرفتن نمیتوانند. مولا رجب یوسفی گزارش میدهد. چه خیلی از روسیه به تاجیکستان پول فرستیم؟ این سوال است که دهها کاربر رادیوی آزادی دوام 2 روز اخیر از ما میپرسیدند. پاسخ چنین است: بانک ملی تاجیکستان رسما از شهروندان خواست که مبلغ‌های خود را به کشور تنها طریق نظام‌های یونیستریم و کانتاکت انتقال دهند و از خدمات دیگر نظام‌های انتقالی از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. این وضعیت در پی آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک نهاد نظارتی در نزد بانک ملی تاجیکستان فعال گردید. مسئولین بانک ملی میگن روزهای نزدیک خدمات وستر یونیون نیز در تاجیکستان فعال خواهد شد. مقامات بانک ملی میگن مبلغ‌هایی که طریق نظام زلاتای کرونا به کشور انتقال داده میشوند، بانک‌ها آنها را پرداخت نمی‌کنند. در برابر زلاتای کرونا انتقال مبلغ طریق نظام‌های بین‌المللی بلیسکو و مونیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. مشتریانی که مبلغ‌ها را توسط نظام‌های پرداختی زلاتای کرونا بلیسکو و مونیگرام انتقال دادند و این مبلغ‌ها را تا سنه 3 دکبر سال 2019 یعنی تا فعال شدن مرکز ملی انتقال پول دسترس نکردند، می‌توانند مبلغ‌های خود را از این نظام‌ها بازپس گرفته توسط نظام‌های یونیستریم و کانتاکت و این صورت حساب‌های بانک انتقال دهند. گفته است بانک ملی تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر فعال شد باعث سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است، چون در روز نخستین فعال شدن این مرکز ده‌ها نفر در سراسر تاجیکستان نتوانستند مبلغ‌های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد، مسئولین بانک ملی تاجیکستان از تصمیم خود حمایت کردند. میگویند هدف از راه اندازی مرکز ملی پروسسینگ این حفظ حقوق استعمال کنندگان ساحه بانکی از جمله مهاجران میباشد. اما سوال‌های هم پیدا شد که برای حفظ حقوق استعمال کنندگان از جمله مهاجران چرا بانک ملی راه‌های دیگری را نازموده است و چرا همه عملیات‌های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه. همه ساله در روز جهانی معیوبان که 3 دکبر تجلیل می شود، نهاد و سازمان های مربوطه در تاجیکستان سر میز جمع می آیند و از وضع این قشر می گویند. طبق آمارها شماره معیوبان در کشور تا رفت می افزاید و در برابر این شکایت های آنها نیست. قهرمان بعدی گزارش ما با وجود آنکه در خانواده‌اش چند معیوب دارد، باری هم در این گونه نشسته راه نیافته است. او با علم میگوید حداقل گوشه را برای شنیدن مشکلاتش پیدا نمی کند. هرچند یک نظر به کلبه فقیرانه او کافی است و دل به درد آید. در منزل بحرینسا اسلم‌آباد ساکنی 63 ساله شهر دوشنبه تقریباً 20 نفر زندگی می کنند. 3 نفر آنها معیوب گروه یکم و دوم هستند. در این خانواده تنها یک پسرش کار می کند. آنها با نفقه معیوبی روز می‌گذرانند که در مجموع برابر به حدود 700 سومانی است. بحرینسا به چندین مقامات مراجعت کرده است. حتی چند دفعه نزد منزل رئیس جمهور رفت.
8 بار پیش خونه پرزیدنت رفتم، 8 مرتبه پیش خونش رفتم، 8 مرتبه بشنوم دابلو سوزا و شیشتم دل خوش بستم که اینجا ممکن نیست. گفتم آقا حالم زوره، گفت پرزیدنت شما نمیبینی، گفتم باید ببینم پرزیدنت. وضع نبیره 14 سالش خیلی بد است. چند ماه باز از بیستر خیستن نمیتواند. صنف 6 خوندم، الو چی خیلی دختر سال بودم، خیلی نصیب فلاکت هم خیلی شد. همین گام میزد که سال گام نمیزنه و نه توموگراف کانسر شد، پدوبیه میگه اپ خوردی. در حالی که بحرینیسا از بی‌توجهی مقامات دولت به وضع مشکلش صحبت میکند، 3 دکبر در روز بین المللی معیوبان، اتحادیه اروپا در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان در مهمانخانه هیات ریجنسی از گرانترین مهمانخانه‌های دوشنبه یک مراسم بزرگ پرخرج برگزار کرد. عید رمضان بود و خربون بود، همین قرفت هم بعد یک شب عید بود که احمد دوم پراولین اومد نچلگ اومد یک کانورت مودول خرسان شدیم کانورت هم میدادیم کانورت یک تا 100 سومونه. گفتم آفرین به دولت که برای 3 اینوالید یا 100 سومونه روی کرده است. همه سال از بودجه دولت تاجیکستان برای مؤسسه‌های اجتماعی مربوط به معیوبان 45 میلیون سومانی اختصاص می شود. اما اکثر معیوبان در کشور از عدم کمک کافی دولتی شکایت دارند. البته سال به سال این مبلغ گذاری زیاد شده ایستاده است، لیکن این معنای اون رو ندارد که معیوبان ما شمارشون کم میشه، چون که در برابر زیاد شدن اهالی شماره شخصان معیوب زیاد شدن میگیره. بر اساس آمارها فعلا در تاجیکستان حدود 150,000 نفر با علتهای معیوبی زندگی میکنند که نزدیک 30,000 نفر آنها کودکانند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز در تلویزیون شویتسیا یک فیلم مستند درباره مهاجران کاری از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان نشر شد. این فیلم با نام فابریکه حجت‌های قلبکی با شرکت همکارمان سیروجدین اسلام و شبکه تلویزیونی 4 شویتسیا تهیه شده است. در دوام 6 ماه خبرنگاران یک شبکه قاچاق انسان را آشکار نمودند. شبکه صدها مهاجر کاری ازبک را با وعده کار با سندهای تقلبی تامین کرده عملاً به یک غلام بی‌حقوق در شویتسیا تبدیل داده است. قبل از آغاز برنامه من از سیروجدین اسلام پرسیدم که چگونه در فکر این موضوع افتادند. من در شویتسیا دوستان زیاد دارم و سال 2-3 بار به آنجا سفر میکنم. هنگام صحبت ها با دوستانم، صحبت های طولانی با آنها خلاصه آمدم که در شویتسیا جامعه پنهان از نظرها وجود دارد و کسی نمیخواد آن را ببیند. آنجا خارجیان استثمار میشوند در شرایطی که میتوان غلامداری دوران معاصر توصیف کرد. آنها همه جا هستند، در ساختمان ها، مکتب ها، بیمارستان ها و در مهمانخانه و طربخانه های معاصر و خوب و قشنگ. این مسئله را با همکارانم از شبکه 4 تلویزیون شویتسیا بررسی کردم و ما تصمیم گرفتیم که مسئله استثمار در این کشور پیشرفته پیگیری کنیم. در نتیجه تحقیقات یک چند ماه همان فیلمی را آماده کردیم که آن را روزهای نزدیک به زبان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب تماشا کنید. سیروجدین چطور موفق شدید این کاری پیچیده را به انجام رسانید؟ ماه اپریل وقتی که استکهلم سفر کردم، من خود را شخصی وانمود کردم که تازه به این کشور رفته و میخواهد کار پیدا کند. این از پارچه از صحبت با نفری که گفته می شود با آماده کردن حجت‌های قلبکی مشغول است. این نوار را یک جای میبینیم الان. Som vill ha ett samordningsnummer. در چه مدت میشه این مثلا سامسکار؟ 25 روز میشه. 25 روز؟ بله. میشه بعد کار پیدا کنیم یا نه؟ من سامانیستم از هر کس میگه که مثلا سامانیستم داشته که کار پیدا میکنی. آن گونه که ما شنیدیم مصاحبه شما با زبانی به ما آشنا حرف میزند. یعنی اعضای گروه قاچاق انسان در شویتسیا مردم بومی نیستند؟ متاسفانه در بسیاری از حالتها هم برده های معاصر و هم آنهایی که آنها را استثمار میکنند مردم بومی نیستند، شویدها نیستند. اکثرشان از کشورهای آسیای میانه هستند، از ازبکستان، از افغانستان و حتی از تاجیکستان. هنگام تحقیقات با زن ازبکستانی صحبت کردم که حکایه او تیم ما را خیلی متاثر کرد. الان از همون
صحبت یک پارچه تماشا میکنیم. با من گفتند که اگر یک هفته به پول کار کنم با من شغل پیشنهاد می شود. وقتی اون هفته به آخر رسید پیش من این انتخاب را گذاشتند که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمانم. شما چی انتخابی دارید؟ بسیاری از زنان سر به زیر می اندازند، به فرزندانشان فکر می کنند و تن به این کار می دهند. با این وضعیت کنار می آیند. این کار را می کنند چون چاره‌ای ندارند. آنها برای تامین فرزندانشان به پول نیاز دارند، ولی من نکردم. انتظار می رود رجال سیاسی شویتسیا برای پایان دادن به استثمار به هر کار ممکن دست زنند. حالا استثمار مردم به این شیوه جرم محسوب بشود در شویتسیا و به نظر من خلاصه سنگینی خواهند گرفت از جمله پارلمان شویتسیا، حکومت شویتسیا و عاقبتش چگونه می شود در ماه‌های آینده شاید آشنا شویم. واقعا دهشتناک است وقتی گروه‌های جنایتی از دستنگری و نوعلاجی نفرانی که به خاطر دریافت 2 تنگه خود را به هر در و کشوری میزنند استفاده میکنند. منتظر نشر این فیلم تکان دهنده در آزادی ویدیو میمونیم. روز 3 دکبر مجلس نمایندگان پالاتای پایینی کانگرس آمریکا جاری نمودن تحریم یکی از منصبداران بلندپایه چینی را که در پایمال نمودن حقوق بشر و به ویژه تعقیب مسلمانان این کشور متهم میباشند تصدیق کرد. چین ابراز داشته است که به این اقدام کانگرس آمریکا پاسخ خواهد داد. چین موجودیت بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های تربیت دوباره اقلیت مسلمانان چین را اعتراف کرده است، ولی میگوید مسلمانان و به خصوص اویغورها در آنجا اذیت نمی‌بینند. در حالی که مناسبت واشنگتن و پکین پیچیده می شود، چین کوشش دارد همکاری‌هایش را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان توسعه بخشد. حالا این کشور با سرمایه‌گذاری شرکت ملی تاجیکستان تالکو آغاز نموده به قول سفیر سابق چین در دوشنبه آینده به کارخانه مشترک 2 دولت تبدیل می‌یابد. اما جانب تاجیکستان در این باره ابراز نظر نکرده است. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می‌دهد. سفیر پیشین چین در تاجیکستان گفت با سرمایه‌گذاری زیاده از $0.5 میلیارد کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو بازسازی و مالکیت مشترک 2 طرف تبدیل خواهد شد. واقعا کشور شما مسئله ساختمان کارخانه تقریبا نوی تولید آلومین را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تاجیکستان است. تاجیکستان حالا همکار خود در این زمینه را در چین جستجو دارد. تا جای میدانم فعلا 2 کشور این مسئله را بررسی میکنند و این بسیار خوب است. در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانهای تاجیکستان حمایت کرد. واقعا حالا 2 کشور در زمینه کارکرد معدن‌ها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر 2 کشور است. اظهارات یوبین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج $545 میلیون شرکت چینی سمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود. به نظر من تأسیس کارخانه مشترک به منفعت هر 2 جانب خواهد بود، هم از لحاظ تأسیس جایهای نو کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولت تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد. اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های 2 جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو به دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. اما منابع نزدیک برابریت شرکت تالکو در صحبت‌های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. صبح فردا شما را در برنامه نویدی بامدادی منتظر می‌شویم. تا آن دم خدا نگهدار.